الله تعالی در قرآن میگه که و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ابن القیم رحمت الله علیه میگه که بهترین روز برای بنده این روزی است که بنده تواند که توبه خودش رو به سوی الله تعالی اعلام کند. وقتی که در انسان توبه خودش رو اعلام میکند، در آسمان ندا داده میشد که فلانی پسر فلانی با خدا صلح کرد. یعنی ببینید اگر یک انسان خفه کند، یک رفیقی که با شما یعنی که نان و نمک است و با شما رفت آمد دارد، اگر به اون سخن خطا کرد، یگان کار خطا کردید، حرکت میکنه که وای راضی کنید و از قفاش میگه خیر برادر من خطا نفهم، این خیر بود، این خیر شد. با هزار راه انسان راضی میکنند و انسان در حقیقت نبیل باشه، انسان اصیل زاده باشد، حتما از برادر و از خطاگی دوستش میگذرد. نکنون برادر وقتی که در حق خدا خطا کردی، یک کاری کردی که محبتی که بین تو و بین خدا هست به یگان عملی خطای، به یگان گناهی، به یگان لغزش خدشه‌دار شد، روی آور به خدای تعالی و خدا رو راضی کن با یک صدقه، با نماز، با یگان روزه نفلی، با یگان سخن نیک، با توبه، با اشک ریختن، با نماز شب. یعنی وسیله های زیاد است که میتونی که خدای خودت را راضی کنی و خداوند ذاتی هست که همیشه توبه بندهش را قبول میکند و وقتی از خدا راضی که پرسیده شد، خداوند حتما از تو راضی خواهد شد، در حالی که او ارحم الراحمین است، مهربان ترین مهربان ها هست. پس به او روی آوریم.